عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز، امید که جور بوده باشین. امروز خواستم بحثم را ارتباط به ازی گیرم که انسانی بدبخت کیست. الله تبارک و تعالی می فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیا شما را به بهترین اعمال خبر دهیم؟ کسانی که در دنیا کوشش و تلاش میکنند، فکر بر از این دارند که شاید کار ما خوب باشه، مطابق شریعت اسلامی باشه، در حالی که کارشان برای آنها سود و فایده نمیرساند. این آیه شامل کسانی می شود که قائل بر حشر و نشر هستند اما دنیا را ترجیح بر آخرت دادند. رسول معظم اسلام فرمودند انسان خوشبخت و انسان بدبخت کیست؟ انسان خوشبخت و با عقل کسی است که لذایذ دنیا را ترجیح بر آخرت نمی دهد و برای آخرت برای خود توشه می سازد. و اما انسان بدبخت و بیعقل کس می بوده باشه که لذایذ دنیا، معنویات دنیا را ترجیح بالای آخرت می دهد. و اعمال بدبختی انسان چیست؟ ابن عمر می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای گروه مهاجرین، اگر شما در این 5 چیز مبتلا شوید من از الله پناه می خواهم. اول، قومی که فحشا و بدکاری را آزادانه شروع می کنند، الله بر این قوم بیماری را مسلط می کند. اگر قوم و مردم که فحشا را علنا و ظاهرا شروع کنند، الله برای مردم بیماری را میاره. دومش، مردمی که در وزن پیمانه کم میکنن، الله برای مردم مشقت، قحطی و ظالم را مسلط برای مردم میسازه. سومی، مردمی که زکات نمیدهند، الله برای اینها باران نازل نمیکنه. اگر باران هم نازل کنه بسیار کم و اندک به خاطر کم حیوانات بخوره. عبدالله بن مسعود میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حتیم کعبه، در زیر سایه حتیم کعبه نشسته بودند. یک شخص آمد گفت که ای رسول الله، فلانی را مالش در دریا غرق شده است، امواج دریا مالهایش را برده، به هلاکت رسانیده است. رسول الله فرمود در حقیقت نه در بحر و بر مال هیچ کس ضایع نمیشه مگر اینکه زکاتش داده باشه. اگر زکات مال داده شود هیچ وقت مال انسان در هلاکت نمیرسه. چهارمینش، کسی که در عهدش وفا نمی کند الله بیگانه را برای او مسلط می سازد. باز یک حاکم میاره به سر اون مردم که بعدشان وفا نمی کنند، باز یک بیگانه برشان مسلط میشه. پنجم، قومی که برخلاف حکم الله قانون وضع می کنند، بازی قوم در خانوادهش جنجال می آید. عزیزان دل، بزرگترین اسباب بدبختی انسان در دنیا مال است. رسول الله می فرماید برای هر امتی فتنه است اما فتنه امت من مال است. شاعر می فرماید مال را گزبهر دین باشی همول، نه مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی هلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اگر ما مال را به خاطر دین مصرف بکنیم، باز در این صورت رسول الله ما را بهتر خوانده است. و اگر ما در راه خراب مال مصرف بکنیم، باز در این صورت مال برای ما سودی نمیرسه. السلام علیکم.